به نام خدای بی همتا. سلام، وقتتون بخیر همراهان همیشگی شبکه سه سیما، دوستداران برنامه فوتبال برتر. ممنونم از محمد رضا احمدی عزیز. اما از ورزشگاه شهید دستگردی تهران همراه شماییم. ضمن اینکه پرسپولیسیا همین ابتدای کار نزدیک به دروازه چادرملوی اردکان هستن و توپی که به بیرون میره. با پخش مستقیم تقابل حساس تیم‌های فوتبال پرسپولیس و چادرملوی اردکان از هفته 19 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با شماییم. پرسپولیسیا محکوم به کسب 3 امتیاز و رسیدن به 1 امتیازی تراکتور تو صدر جدول و چادرملو به دنبال پایان دادن به 4 هفته متوالی عدم گلزنی مقابل رقبا و کسب امتیاز برابر قرمزای پایتخت. هرچی که هست امیدواریم بازی زیبا، جذاب و پرگلی رو شاهد باشیم. برای پرسپولیس میزبان پیام نیازمند تو دروازه است. میلاد محمدی، حسین ابرقویی، محمد حسین کنانی زادگان، سروش رفیعی، علی علیپور، ایگور سرگیف، دنیل گرا، امیر حسین محمودی، استون اورونوف و مارکو باکیچ بازی میکنن با نظر اسمار ویرا. اولین بازی ثابت امیر حسین محمودی 19 ساله برای پرسپولیسیا، هم برای خودش و هم برای هوادارهای قرمز میتونه اتفاق جالبی باشه. اما واسه تیم میهمان چادرملوی اردکان ادسون ماردن برزیلی تو دروازه است. سعید محمدی فرد، سیروس صادقیان، هادی حبیبی نژاد، رنی بوبوی، رضا محمود آبادی، سگوندو رودریگز، ویکتور ماتوئس و رضا دهخان، محمد حسین خسروی به همراه سجاد مشهدی بازی میکنن با نظر سعید اخباری. بازی که قضاوتش بر عهده سید وحید کاظمیه. علیرضا مرادی و سید یعقوب حجتی کمک‌های اول و دوم، داور چهارم میثم عباسپوره. ضمن اینکه موعود بنیادی فرد تو اتاق وی ای آر رو خانم بهاره سیفی هم ایشون رو کمک میکنن تو اتاق وی ای آر. سید احمد صالحی هم که ناظر داوری این مسابقه است. تا قبل از شروع این بازی پرسپولیس با 31 امتیاز در رده چهارمه. تو بازی همزمان هم گلگهر سیرجان با گل پوریا شهرآبادی نیمه اول و برنده بیرون اومد در مساف اساسش برابر ملوان بندر انزلی. الان گلگهر اومده بالاتر، جای پرسپولیس رو گرفته. برد تراکتور مقابل سپاهان که تو یادگار امام تبریز رقم خورد. این یعنی پرسپولیسیا باید این بازی رو ببرن. اتفاقی که افتاد تکل باکیچ، اما قبلش کمک اول آقای علیرضا مرادی پرچم زده. صحنه آهسته رو ببینید. این تکلیه که باکیچ زد رو پاهای سجاد مشهدی، بازیکن جوون و خوش تکنیک تیم چادرملوی اردکان. در 3 تقابل گذشته این دو تیم هنوز چادرملو دروازه پرسپولیس رو باز نکرده. بازی رفت پارسال پرسپولیس 1-0 با گل دقیقه 95 گولسیانی چادرملو رو برد. بازی برگشت و سردار دورسون گل زد و 1-0 پرسپولیس تو یزد چادرملو رو برد. بازی رفت این دو تیم هم که امسال تو شهریور برگزار شد 0-0 مساوی شد. پشت محوطه جریمه بازیکن پرسپولیس اورونوف که هر جوری بود به این بازی رسید، توپو میرسونه به کنانی زادگان. ضربه بلندش پرسپولیس رو از فشار و پرس بازیکن چادرملو بیرون میاره. شش تا بازیکن خارجی داره چادرملو، برزیلی، اهل پاراگوئه و البته اکوادور. یکیشون تو خط دفاعی، پاس رو به جلو برای رنی بوبوی که توپ به بیرون رفت. پرتاب برای پرسپولیسیاست. اینجا ضربه رو به جلو ویکتور ماتئوس و توپی که در نهایت نصیب پرسپولیسی ها شد. سروش رفیعی وسط زمین توپو در اختیار داره.
علیپور عقب‌تر اومد و یه خطا رو برای پرسپولیس میگیره. هر دو تیم از شکست هفته پیش پا به زمین مسابقه گذاشتن. پرسپولیس تو اهواز 3-1 توی بازی عجیب و غریب مغلوب فولاد شد. چادرملو هم تو انزلی یکیش به ملوان باخت. دنیل گرا هر جوری بود توپو کنترل کردن مدافعان چادرملو، به بیرون رفت. مدافع راست و مجارستانی که دومین حضورش در ترکیب پرسپولیسیا رو تجربه میکنه. بازی قبل برابر فولاد یک کارت زرد گرفت. نمچره کاپیتان سروش رفیعی، بازیکنی که با اومدن اسمار ویرا اوضاعش خیلی بهتر شد و الان با 3 گل زده در کنار اورونوف بعد از علیپور جزو بهترین گلزنای پرسپولیس هست. ضربه بلند از ادسون ماردن، ضربه سر رو دنیل گرا میزنه. سرگیف یه لحظه رو توپ تاثیرگذار بود وسط زمین. پاس تک ضربه از سروش رفیعی تو خط دفاعی. سیروس صادقیان توپو دور کرد. ابرخویی سمت چپ، میلاد محمدی به دنبال توپه که الان یه رقیب داره تو سمت چپ به اسم فرزین معامله‌گری که رو نیمکته. خود میلاد پا به توپ با سرعت زیاد، یه ارسال در عرض که ارتباط رو قطع کردن بازیکنای چادرملو. هادی حبیبی نژاد یه دور میزنه، توپو میاره به سمت چپ. سگوندو رودریگز ارتباط عالی قطع کرد. میلاد محمدی، حالا سروش صاحب توپ. الان لبه خط اسمار ویرا به عنوان سرمربی پرسپولیس و حنیف عمرانزاده دستیار سعید اخباری تیمشون رو هدایت میکنن. اون سمت اورونوف توپو ازش گرفتن، دور کردن مدافعان چادرملو. این سومین تقابل دو تیم هست. تو 3 بازی گذشته 2 برد برای پرسپولیسیا و یه بازی هم 0-0 مساوی شد. بازی رفت امسال. امیرحسین محمودی توپو گرفته. دنیل گرا سمت راست، یه ارسال و توپی که راحت جمع کرد ادسون ماردن. دروازه‌بانی که این فصل تو 15 بازی 14 گل خورده داشته و 8 بار دروازه‌شو بسته نگه داشته. سعید محمدی فرد، محمود آبادی رو صاحب توپ کرد وسط زمین. هادی حبیبی نژاد یکی از امیدهای چادرملو تو وسط زمینه. حالا محمود آبادی توپو همینجوری جلو میاره. رنی بوبوی چند هفته مصدوم بوده، حالا یه خطا رو میگیره تو بازگشتش به ترکیب ثابت چادرملوی اردکان. رو زمینم دراز کشیده رنی بوبوی رو خطایی که سروش رفیعی روش انجام داد. مهاجمی که با 6 گل زده بهترین گلزن چادرملوه. اینم اون صحنه لحظاتی پیشیه که توپ استون اورونوف رو زدن. ببینیم از این ضربه ایستگاهی چه استفاده خواهند برد بازیکنان چادرملو اردکان. هادی حبیبی نژاد پشت توپ مثل سگوندو رودریگز. انگار رودریگز مستقیم میخواد بزنه که خطرناکم از کنار دروازه پیام نیازمند بیرون رفت. خوب زد ضربشو سگوندو رودریگز. پیام نیازمند باید بازی رو شروع کنه. کنانی زادگان شروع بازی با بازی سازی از عقب زمین. بی خود زیر توپ نمیزنن مدافعان و دروازه‌بان پرسپولیس، هرچند که توپه به بیرون رفت. فرتاب برای چادرملوه. اسمار ویرا تو 3 هفته اخیر
تیمش 2 باخت داشته بعد از یه شروع خیلی عالی با پرسپولیسیا که حتی به صدر جدول هم رسیدن. ببینیم از این پرتاب چه استفاده خواهند برد. کاپیتان اردکانی ها سعید محمدی فرد. همه فکر میکردن پرتاب بلند انجام میده اما کوتاه اون سمت زمین. درگیر با میلاد محمدی و پرتاب برای آبی روشن پوشان چادرملو، تیمی که فصل گذشته اولین حضورش تو لیگ برتر فوتبال ایران رو تجربه کرد که در نهایت با سعید اخباری 10ام شدن. امسال عملکرد بهتری داشتن و فعلا 6م با 26 امتیاز. خود سعید محمدی فرد دورخیزش رو انجام داد. نگاه ها به سمت محوطه جریمه پرسپولیس هست. وحید کاظمی از مدافعان میخواد که مراقب باشن. بازم پرتاب کوتاه محمود آبادی، سعید محمدی فرد و حالا یه کورنر رو میگیره برای چادرملو. پرسپولیسی که این فصل 13 گل خورده که مثل فصل گذشته عمدتاً از روی ضربات ایستگاهی بوده. هادی حبیبی نژاد ارسالش درون محوطه جریمه، ضربه سری که پیام نیازمند عالی در آورد، نجات داد پرسپولیس رو. حالا ضد حمله با اورونوف، یه لحظه توپ از باهاش فاصله گرفت. امیرحسین محمودی ارسالش به زیر توپ میزنه، مدافع چادرملو خطرناکه، دروازه خالی. چی شد؟ خطای دنیل گرا رو گرفت وحید کاظمی. توپ رفت بالا، نقطه شد، اومد پایین، کار داشت سخت میشد. تو چنین مواقعی یه نیش برخوردم با دروازه‌بان داشته باشی معمولا داورا خطا میگیرن. این زیر توپه عجیب بود. اینجا خطای دنیل گرا اعلام شد روی ادسون ماردن. زیر توپی که ویکتور متئوس زد، ضربه بلند دروازه‌بان برزیلی چادرملو، یه ضرب به بیرون رفت. پرتاب واسه پرسپولیسه. این سجاد مشهدیه. اسمار ویرا از وقتی که رو نیمکت پرسپولیس نشسته 9 بازی 6 برد 1 مساوی و 2 شکست که گفتم تو 3 هفته اخیر بوده. دنیل گرا منطقه بازی رو عوض کرد. باکیچ حسین ابرقویی برگشته به ترکیب ثابت و مرتضی پورعلی گنجی از رو نیمکت داره بازی رو دنبال میکنه. سروش رفیعی همون مدل بازی همیشگیشو انجام میده، میاد بین 2 مدافع میانی توپ گیری میکنه و طراح حملات پرسپولیسیاست. حسین کنانی زادگان جلو میاد. سرگیف یه برخوردی داشت با رضا دهقان. مالکیت توپ کماکان با پرسپولیسی که تو این زمینه یکی از بهتریناست تو لیگ برتر فوتبال ایران. سروش رفیعی، حسین کنانی زادگان، مارکو باکیچ. یه دست گذاشت، خبری از سوت سید وحید کاظمی نیست و کورنر برای پرسپولیس. هاج و واج لب خط. حنیف عمرانزاده صحبت میکنه با داور 4م. اینجا خبری از خطای میلاد محمدی روی سیروس صادقیان نبود، مدافع گیلانی و الفومن چادرملو اردکان. ببینیم از این ضربه کورنر چه استفاده‌ای خواهند برد پرسپولیسیا. سروش رفی که فصل پیش خیلی بیشتر از امسال
پاس گل داده بود. نگاه ها به سمت دروازه چادرملوه. سروش رفیعی پشت توپ، تیر یک، یه ضربه سر از کنانی زادگان برگشت داده میشه. دنیل گرا که خیلی پرتلاش و دونده و فعال بوده تو این دقایق. حالا این ضربه یه راه دور که تو با اختلاف زیاد به بیرون رفت. ضربه این بازیکن امیرحسین محمودی 19 ساله، بازیکنی که تو همه رده های سنی پرسپولیس بازی کرد و حالا یه افتخار بزرگ براش پوشیدن لباس تیم بزرگسالای پرسپولیس. همین شوتش نشون میده که بدون ترس میخواد بازی کنه برای پرسپولیسیا. ادسون ماردن یکی از کارهای تکراری این دقایق رو انجام میده. شروع بازی از مقابل دروازه چادرملو. علی پور داور آوانتاژ میده، نشون میده با دستش، توپ میده به سمت چپ. میلاد محمدی رو به جلو. ایگور سرگیف. علی پور هنوز رو زمین دراز کشیده. خبری از خطا نیست. فرصت برای چادرملو. بازی داره دنبال میشه. هادی حبیبی نژاد میخواد سر توپ بزنه که ابرقویی یه لحظه توپشو زد. محمود آبادی انتخابش سمت چپ. سگوندو رودریگز توپشو علی پور به بیرون زد. علی پوری که هفته پیش بعد از 10 تا بازی و البته 3 ماه و 6 روز برابر فولاد گلزنی کرد از روی نقطه پنالتی. پرتاب توپ برای چادرملو سمت چپ. توپی که برخورد کرد به محمودی بیرون رفته. آره پرتاب واسه چادرملو اردکانه. یرسال تیر 2. توپی که از همه رد شد و میلاد محمدی صاحب توپ. فضای خوبی هم در مقابلش داره. پا به توپ سری. حالا میاد به زمین چادرملو. منتظر مون تا اورونوف فضای خوبی رو در اختیار بگیره واسه گرفتن توپ که مالکیت توپ یه لحظه عوض شد. کنترل بعد توپ از مارکو باکیچ بعد از اون مصونیتی که نصیبش شد یه مقدار از اون فرم خوب ابتدای فصلش فاصله گرفته. مارکو باکیچ مفک اهل مونتنگنو پرسپولیسیا که میدونید یه گل خوشگل زد به تراکتور و تک گلش تو این فصل از رقابت‌های لیگ برتر هست. علی پور آفساید. پرچم بالا رفت. پرچم رو زد علیرضا مرادی. علی پوری که تو آفساید گرفتار شد قبل از این برخورد. فصل عالی رو با پرسپولیس پشت سر گذاشته. 6 تا گل و 4 پاس گل. موثرترین بازیکن این فصل قرمزها. خیلی معطل کردن و وحید کاظمی به همین نکته اشاره کرد. ضربه بلند ادسون ماردن. سگوندو سمت چپ صاحب توپ سجاد مشهدی. خبری از آفساید نیست. این ارسال محمود آبادی گوشه محوطه جریمه. هادی حبیبی نژاد و حالا بازی متوقف کرد وحید کاظمی. اینجا آفساید اعلام شد که کاملا هم توی تصویر مشخصه. پرچمش هم بالا برد کمک دوم یعقوب حجتی. شروع بازی با پرسپولیسیا. پیام نیازمند. حالا حسین ابرقویی. بازی گلگوهر سیرجان و ملوان کماکان همون یکیش تا دقیقه 60 داره دنبال میشه. سروش رفیعی پاس بلندش. نفوذ میلاد محمدی خوب توپو کنترل کرد. به سرگیف نرسید. اورونوف دنبال توپ.
وحید کاظمی دوز خطا رو داره بالا میبره و به همین راحتی ها سوت نمیزنه. حالا علی علیپور یه پاس تک ضرب، سرگیف فاصله گرفته از دروازه چادرملو، ارسالی که انجام شد، برخوردی که حالا خطا گرفت. وحید کاظمی داره با مدل سوت زدناش به بازی سرعت میده. این داور 42 ساله اهل قائمشهر این فصل برای چادرملو داوری نداشته، اما 2 بار برای پرسپولیس که هر دوتاش هم مساوی شد. هفته اول 1-1 با فجر، هفته 12 هم تو شهرآورد تهران برابر استقلال. حنیف عمرانزاده لب خط بعد از معصومیتی که واسه سعید اخباری رخ داد، عمدتاً او لب خط بود و تیمش رو هدایت میکنه. توپ بازیکن چادرملو به بیرون رفت. پرتاب واسه پرسپولیس. مارکو باکیچ، حسین کنانی زادگان تو قلب خط دفاعی یه نگاه میکنه به بازیکنهای خط جلو، اما هیچ کدوم حرکت نکرده بودن. همین نکته رو هم داره به استونوروف میگه کنانی زادگان. ابرقویی، بازم حسین کنانی زادگان تو این فصول اخیر یکی از بهترینای پرسپولیس بوده تو خط دفاعی. خطا واسه قرمزا روی ایگور سرگیف، بازیکنی که آماده اومد به جمع پرسپولیسیا اضافه شد. تو بازی اولش برابر فجر 9 تا لمس توپ داشته، دقت پاس 42.9%. بازی دوم بهتر شد، 21 لمس توپ، دقت پاس شد 67%. برابر سپاهان هم که دیدید یه گل زد، اخراج شد و بازی هفته گذشته مقابل فولاد رو از دست داد. حالا بازگشتش به ترکیب ثابت قرمزها. سروش رفیعی پشت توپ، بازیکن پرسپولیس رو میبینید که جلوتر از بازیکنای چادرملو تو آفساید هستن، مدل آرسنالی شاید. یه ارسال، فرصت، این ضربه سر، توپی که به بیرون میره و خبری هم از آفساید نیست. مورد تشویق اسمار ویرا هم قرار گرفتن. ببینیم از این نما نه، از پشت سر اومد و اضافه شد علی علیپور. و پاس خوشگلی که سروش رفیعی داد. حالا داشتن نقطه ضعفشون رو به یه نقطه قوت تبدیل میکردن پرسپولیسیا. بازیکن‌ها اومدن به سمت راست خط دفاعی پرسپولیس، اما ضربه ماردن وسط زمین رفت. ضربه سر تک ضرب از مارکو باکیچ. پیام نیازمند، ضربه کوتاهش به سمت راست واسه کنانی زادگان. حالا توپگیری از باکیچ، دنیل گرا، امیرحسین محمودی. پاس خوبی که داد به باکیچ، اما پاس باکیچ ناامید کننده بود، هرچند که تشویقش میکنه لب خط اسمار ویرا. با سابقه بازی واسه تورینو و فیورنتینا تو سری آی ایتالیا، هافک 32 ساله و اهل مونتنگروی قرمزها. اسمار ویرا اشاره کرد که محکوم به کسب 3 امتیازیم. تو دقایقی از بازی هفته گذشته مقابل فولاد خط دفاعیشون از 4 بازیکن به 3 بازیکن تبدیل شد. اینم که سعید اخباری همتاش رو نیمکته و بعد از ویلچر 1-2 هفته گذشته با اعصاب می اومد لب خط. فعلا که رو نیمکت حضور داره سعید اخباری. داشتم میگفتم که پرسپولیس اسمار ویرا دقایقی تو بازی هفته گذشته مقابل فولاد با 3 دفاع بازی کرد، کاری که قبلا تو بوریرام تایلند انجام داد اسمار ویرا. حالا باز هم برگشته به همون 4 بازیکن خط دفاعیشو 4-4-2 که تو خط حمله ایگور سرگیف و علی علیپور رو دارن. حالا سجاد مشهدی بدون خطا توپشو گرفتن پرسپولیسیا. ضربه بلند از کنانی زادگان، تنهاست
ایگور سرگیف، بازیکنی که تو هوای برفی محشر بود. ببینیم تو هوای ابری چطوره مهاجم ازبکستانی قرمزا. میلاد محمدی، پاس تک ضربه علیپور. حالا محمودی خوب صاحب توپ شده تو این مسابقه، پاس خوشگلی هم داد درون محوطه جریمه. توپی که به تیر دروازه برخورد کرد. بدشانسی محض پرسپولیس و ایگور سرگیف. چه پاسی داد امیرحسین محمودی که سروش رفیعی تشویقش کرد. میبینید که سجاد مشهدی سمت راست آفساید رو پر کرده بود. توپ پاشنه تیر عموده دروازه چادرملو برخورد کرد. خوش شانس بودن بازیکنای چادرملو. کنترل توپ عالی، پاس قشنگ امیرحسین محمودی و ضربه خوبی که زد سرگیف و تیر دروازه به لرزه در اومد. توپ بیرون نمیره. یکی از بهترینای پرسپولیس بوده امیرحسین محمودی. پاس تک ضربه از ویکتور ماتوس. حالا سروش رفیعی توپ از پاهاش فاصله گرفت. سیروس صادقیان توپو دور کرد. محمودی پاس خوبش به علی علیپور. تو برخورد کرد به دهخان. ضربه سر رو محمود آبادی زد. پرواز بلند حسین ابرقویی و خطا رو مدافع پرسپولیس. اعتراض محمد حسین خسروی به وحید کاظمی. وحید کاظمی هم یه لحظه دید که سروش داره درگیر میشه، گفت تموم شد. از نمای مختلف دیدید خطایی که روی حسین ابرقویی انجام شد. هفته گذشته یه پنالتی گرفت حسین ابرقویی دقیقه 90، اما خبر نداشتن که دقیقه 92 و 95 قرار دروازه‌شون باز شه، اون بازی بشه 3-1. سروش پشت توپ. ببینیم این بار چه برنامه‌ای دارن. داور سوت زد. سروش رفیعی ارسالش کوتاه. ضربه سر که دنیل گرا توپو به بیرون فرستاد. بابا مگه ورزش خط نداره که؟ بازیکنی که از جوشگیر مجارستان اومد این فصل 16 تا بازی اونجا انجام داد. یه گل و 2 پاس گل رو ثبت کرد و تو فضای بازی بود که به جمع پرسپولیسیا اضافه شد. 28مین دقیقه بازی 0-0 مساوی پرسپولیس و چادرملو اردکان. هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران. سروش اومده کنار زمین. حمله توپ خوبی داره و توپو میرسونه به ابرقویی. خود سروش رفیعی. سمت چپ یه بار دیگه حسین ابرقویی. تکرار میشه همین مسیر. اورونوف اینجا چی کار میکنه؟ بازیکنی که با اومدن اسمار آزادانه تر داره بازی میکنه. این بار که پاسش اشتباه بود داور آوانتاژ داد. سجاد مشهدی صاحب توپ. یه بازیکن چادرملو رو زمین افتاده و هادی حبیبی نژاد توپو به بیرون فرستاد. میگن باید اخطار داده بشه به بازیکن پرسپولیس. خطا روی خسروی. بازیکنی که این فصل یه گل به مصر رفسنجان زد. هافک 26 ساله چادرملوی اردکان. این هم نیمکت قرمزها که مرتضی پورعلی گنجی، میلاد سرلک، علیرضا عنایت‌زاده، ابوالفضل بابایی، فرزین معامله‌گری، امیررضا رفیعی، محمد حسین صادقی، محمد گندمی، علیرضا همایفرد، سهیل صحرایی و محمد خدابندلو رو در اختیار دارن که قبل از بازی هم گفته شد که 8 تا بازیکن جوان رو نیمکت پرسپولیسیان.
فرصتی دست داد تا بازیکن‌ها بیان لبه خط آبی بنوشن، در حالی که پرسپولیس در طی این سالها 7 بار برابر تیمایی از یزد دیدار داشته که به 6 برد و 1 مساوی رسیده. فصل 68-69 دو تا بازی مقابل استقامت یزد داشتن که رفتش رو 2-1 بردن، برگشتش رو 5-6. بعد فصل 84-85 شهید قندی یزد تو لیگ برتر حضور داشت که اونجا هم رفت و برگشت پرسپولیس برد. مساوی دوره رفت اولین مساوی تیمای یزدی مقابل پرسپولیس بود. سمت راست رضا محمود آبادی، محمدی فرد، ارسال بلندش، ضربه سری که زده شد، خطرناک این توپ. بازی رو دنبال کرد سید وحید کاظمی. البته که پرسپولیسیا میگن خطاست، اما کورنر رو نشون داد سید وحید کاظمی. این ارسال بلند، رنی بوبوی بالاتر از دنیل گرا که تو با آخر سر به مدافع مجارستانی پرسپولیسیا برخورد کرد. ببینیم از این کورنر چه استفاده خواهند برد بازیکن‌های چادرملو. رضا دهقان پشت توپ، نگاه به سمت دروازه پرسپولیسه در 31مین دقیقه بازی. کوتاه محمود آبادی و خود رضا دهقان با پای چپ، تیر 1. این ضربه سر. حالا محمود آبادی صاحب توپ میخواد سر توپ بزنه، دستشو خوند علی پور. یه پاس رو به جلو واسه استون اورونوف، ببینیم به توپ میرسه یا نه. سعید اخباری هم اومد لبه خط با عصایی که داره. سرمربی که تو پیش‌فصل یه برخورد سفت و سخت داشت با هادی حبیبی نژاد و به این حال روز افتاد. سرمربی که حالا خودشو اثبات کرده به عنوان یکی از سرمربی‌های موفق تو لیگ برتر. بعد از 19 سال یه تیم رو از استان یزد به لیگ برتر آورد 2 فصل پیش. چقدر سر و صدا زیاده لبه خط. ورزشگاه هم که خالی و کاملا صدا به گوش میرسه. کارت زردی که نشون داد وحید کاظمی، اولین اخطاری این مسابقه. رضا دهقان، ببینیم اینجا میگه با دست چپت زدی تو صورت امیرحسین محمودی و کارت زرد رو گرفت. سریع بازی رو شروع کردن پرسپولیسیا که علی پور بهش نرسید. ضربه بلند ادسون ماردن، اومد عقب. تو کار دفاعی هم خوب کار کرد محمودی. نمونه بازیکنیه که یعنی شما به آکادمی و تیم‌های پایت توجه کنی همچین جوابی میگیری. محمودی اومد اشتباه دنیل گرا رو جبران کرد. پاس رو به جلو از میلاد محمدی که به اورونوف نرسید. هفته گذشته بین دو نیمه تعویض شد اورونوف برابر فولاد، اما به این بازی رسید. هادی حبیبی نژاد وسط زمین، پاسش اشتباه بود. اورونوف عقب اومد توپو گرفت. حسین ابرقویی، چادرملو در 4 بازی اخیرش برابر سپاهان، فولاد، شمس‌آذر و ملوان گل نزده. قبل از شروع این بازی 364 دقیقه بود که گل نزدن. آخرین گلشون توسط رضا محمود آبادی دقیقه 86 بازی با استقلال خوزستان رقم خورد. حسین ابرقویی، حالا همه بازیکن‌های پرسپولیس هم میان به زمین چادرملو. مالکیت توپ بیشتر با اونا بوده، اما فعلا خیلی تو موقعیت سازی موفق نبودن. ایگور سرگیف حالا شوتش رو زد که
به مدافع چادرملو برخورد کرد و ادسون ماردن اونو جمع کرد. ایگور سرگیف، مهاجم 32 ساله‌ای که نیم فصل از سپارتاک ازبکستان اومد. سگوندو رودریگز، ارسال بلندش امیرحسین محمودی. سرگیف توپو میرسونه به هموطنش اوسون اورونوف. توپ علیپور رو زدن، رنی بوبوی نه، هادی حبیبی نژاد. رضا محمود آبادی در مقابلش ابرقویی. خبری این بار هم از خطا نیست. اورونوف خواست توپو ببره به سمت چپ که نشد. سعید محمدی فر توپو گرفته. 36مین دقیقه بازی. پرسپولیس 0 چادرملوی اردکان 0. واسه بی‌دقت سیروس صادقیان که به پیام نیازمند رسید. کنانی زادگان یه سر بزنیم به بازی گلگوهر و ملوان که تا دقیقه 77 همون یکی چه با گل پوریا شهرآبادی. سوت وحید کاظمی. باکیچ محمودی. دنیل گرا، یه تکل محکم رفتن رو پاهاش. خود محمودی میره به سمت چپ. اوسون اورونوف رو پای راست، ضربه ای که زد و از کنار دروازه به بیرون رفت، تو چارچوب نبود. شوت اوسون اورونوف. وحید کاظمی از همین دقیقه 36-37 به ادسون ماردن میگه که سریع بازی رو شروع کنه. تو دقایق پایانی بازی رفت، یه کارت زرد واسه اتلاف وقت گرفت ادسون ماردن. این شوت اورونوفه که با اختلاف کمی به بیرون رفت. سجاد مشهدی، سروش رفیعی یه بدن میذاره، توپو میگیره. حالا توپ سروش رو هم گرفتن به سمت دروازه پرسپولیس. خطای رنی بوبوی روی دنیل گرا، دو خارجی دو تیم. سریع بازی رو به جریان انداختن. امیرحسین محمودی دونده و پرتلاش، چه پاسی داد به علی علیپور. تک به تک با دروازه‌بان علی علیپور و ادسون ماردن دروازه چادرملو رو کماکان بسته نگه میداره. چه پاس خوشگلی داد امیرحسین محمودی، کجا بود تا حالا؟ مارکو باکیش صحنه آهسته رو هم دیدید. ضربه محکم علی علیپور که وسط زمین رفت، در واقع وسط دروازه رفت و کار سختی واسه جمع کردنش نداشت ادسون ماردن. این چهره امیرحسین محمودی و فقط 19 سالشه، برای دومین بار دارم میگم. یه پدیده جذاب تو ترکیب پرستاره پرسپولیس. سروش زمینی، توپو برد سمت چپ واسه میلاد محمدی. همین فرصت به یعقوب براجم تو این فصل داده شد تو سمت راست خط دفاعی قرمزها که استفاده نکرد. مدافع جوونی که میتونست از این موقعیت خوب بهره ببره اما نشد. تو فهرست بازیکن ذخیره هم دیده نمیشه اسم یعقوب براجعه، ضمن اینکه پرسپولیسیا رضا شکاری و محمد امین کاظمیان رو به خاطر سرماخوردگی در اختیار ندارن. بیفومو هم مصدومه، مثل امید آلیشایی که الان تو استادیوم دیدم.
محمد عمری هم همینطور و خبری هم از یاسین سلمانی نیست با توجه به اتفاقاتی که تو نیم فصل براش رخ داد. ببینیم چه تصمیمی در مورد یاسین سلمانی گرفته میشه. بهش فرصت بازی داده نشد این فصل. گفته میشه که رفت تو تمرینات مثل رفسنجان و اونجا مصدوم شد. نمیدونم، بازیکنی که تو چند فصل اخیر خیلی درخشان بود. امیرحسین محمودی سمت راست توپو در اختیار داره. ارسال زمینیش که سیروس صادقیان اونو دور کرد. دنیل گراف. عثمان ویرا تکون نخورده از لب خط از شروع این بازی. حالا پرتاب انجام میده دنیل گراف. سروش رفیعی چه فضای خوبی سمت چپ داره میلاد محمدی، اما ترجیح سروش این بود که توپو نگه داره و بازم برگردونه به سمت راست، جایی که بازیکن مطمئن این دقایق پرسپولیسیا صاحب توپه محمودی که رها کرد و پرتاب واسه پرسپولیسه. مالکیت توپ عوض شد با بازیکنای چادر ملو. میخوان ضد حمله بزنن. هادی حبیبی نژاد واسه رنی بوبوی یه بدن میذاره با توجه به قدرت بدنی بالایی که داره و یه پرتاب هم گرفت. چقدر نزدیک بود وحید کاظمی به این صحنه. یه لحظه هنگ کردن مدافعان پرسپولیس که وحید کاظمی ها اینقدر نزدیک خودشون دیدن. رنی بوبوی مهاجم اهل اکوادور پرسپولیس، در واقع چادر ملو. رضا محمود آبادی یکی میخواد بیاد پرتابو انجام بده. نگاه ها به سمت محوطه جریمه پرسپولیس. محمود آبادی بازم پرتابشون کوتاه بود. سعید محمدی فرم سمت راست این کار رو انجام میده. این ارسال بلند خروج پیام نیازمند مشت کرد. سعید محمدی فرد کماکان توپ در اختیارشه. دست حبیبی نژاد رو خوندن. میلاد محمدی توپو میرسونه به علی علیپور. حالا پرتاب برای پرسپولیسیاست. 43مین دقیقه بازی. چه جدول نزدیکی داریم الان. تراکتور 35 امتیاز صدر، گلگهر شد 33 امتیازی دوم، استقلال سپاهان 32 امتیاز، مثل پرسپولیس که الان با این یه امتیاز 32 امتیازیه. ببینیم از این فرصت چه استفاده‌ای خواهند برد. استون اورونوف دقایق پایانی نیمه اول. میگن خطای هنده اما وحید کاظمی اینو نمیگه. کرنر واسه پرسپولیس. چهار تا بازیکن چادر ملو میرن به سمت وحید کاظمی. صحنه آهسته رو ببینیم. این پاس علیپور بود که اینو میگن خطای هند، که خطای هند به نظر نمیرسید توسط اورونوف. از این نمو شاید بهتر ببینیم. ممنون از همکاری عزیزم. هرچی که بود کرنر رو گرفت وحید کاظمی واسه پرسپولیسیا. این شاید یکی از آخرین بخت‌های گلزنی پرسپولیس تو نیمه اول باشه. فشردگی بازیکن‌ها خیلی زیاده تو محوطه جریمه. روی نقطه پنالتی کرنر بلند تیر دو. این ضربه سر علی علیپور رو به بیرون. استون اورونوف توپی که به بیرون رفت. وحید کاظمی میگه از مقابل دروازه باید بازی شروع شد چون توپه از خط رد شده. این ضربه سر اول علیپور. اینجا میگه توپ از خط رد شده.
و فکر کنم تصمیمش هم درست بود. قضاوت بی‌نقصی داشته تو نیمه اول سید وحید کاظمی. ببینیم چند دقیقه وقت اضافه واسه نیمه اول گرفته میشه. 1 دقیقه. سرعت بازی خوب بود. فرصت ها هم تا حدودی زیاد که اکثرا مال پرسپولیسیا بود. حامد طباطبایی هم مربی دروازه‌بانای چادرملو بیاد به هادی حبیبی نژاد میگه که آقا 1 دقیقه فقط مونده، مراقب باشید. کنانی زادگان توپو نتونست کنترل کنه. علی پور، حسین ابرقویی زیر توپ زد. ویکتور ماتئوس، فعلا خبری از آفساید نیست. علی پور ضربه ای که زد و توپ به کرنر رفت اما پرچم بالاست. آفساید رو اعلام کرد. اینم سوت پایان بازی تو نیمه اول. تساوی 0-0 پرسپولیس و چادرملوی اردکان. استراحت کوتاهی می‌کنیم. محمد رضا احمدی عزیز در استودیو برنامه فوتبال برتر با شماست. سلام و وقت بخیر مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه سیما، دوستداران برنامه فوتبال برتر. ممنونم از محمد رضا احمدی عزیز. اما بریم سراغ نیمه دوم دیدار حساس تیم‌های فوتبال پرسپولیس و چادرملوی اردکان. آخرین دیدار از هفته 19 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران. نیمه اولی که مالکیت توپ و موقعیت‌ها بیشتر با پرسپولیسی ها بود، اما توپی از خط دروازه ها رد نشد. شاید بهترین بازیکن پرسپولیس تو نیمه اول یه جوون 19 ساله به اسم امیرحسین محمودی بود که اولین تجربه حضور ثابتش تو ترکیب پرسپولیسی ها رو داشت. ببینیم در نیمه دوم چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. تغییری تو ترکیب دو تیم به وجود نیومده و یه نم بارونی هم بین دو نیمه زد. شاید پرسپولیسیا نیاز به یه بارش برف دارن تو نیمه دوم تو این ورزشگاه که به گل برسن. ضمن اینکه پپه لوسادا مربی بدنساز پرسپولیسیا هم بین دو نیمه همه نیمکت نشینا رو آورد تو زمین و با کارهای استقامتی گرم کردن یه جورایی خودشونو. هرچی که هست ببینیم در نیمه دوم چه نتیجه رقم خواهد خورد. گلگهر سیرجان هم با همون یه گل پوریا شهرآبادی ملوان رو برد. الان اومده با 33 امتیاز در رده دوم. برد تراکتور برابر سپاهان، پیروزی گلگهر مقابل ملوان، حالا استقلال هم که تو همین ورزشگاه این هفته 1-0 به پیکان باخت. اینا یعنی این که پرسپولیس در نیمه دوم باید خودشو به آب و آتیش بزنه برابر تیم خوب چادرملویی که واقعا تیم مستحکمیه، مخصوصا تو خط دفاعی. تیم جوندار که بردنش اصلا راحت نیست. پیام نیازمند تو دروازه توپو در اختیار داره. توپو میرسونه به ابرقویی. این بار هم توپش به علی پور نرسید. از دروازه بیرون میاد. دروازه‌بان برزیلی چادرملو ادسون ماردن توپو جمع میکنه. دروازه‌بان 190 سانتی چادرملو. ضربه بلندش میاد به زمین پرسپولیسیا. رنی بوبوی، هادی حبیبی نژاد خواست توپو برسونه به سجاد مشهدی که امیرحسین محمودی توپشو گرفت. سروش رفیعی، خسروی توپو آورد به سمت راست. محمود آبادی، سعید محمدی فرد فضای خوبی داره در مقابل خودش. توپی که فرستاد برخورد کرد به میلاد محمدی و پرتاب واسه چادرملوه. نیمه اول چند باری دورخیز کرد این چهره سعید محمدی فرد، اما پرتابش کوتاه بود. پیام نیازمند تو چارچوب دروازه قرمزها. وحید کاظمی سوت میزنه. سگوندو هم جلو میاد. سعید محمدی فرد بازم کوتاه.
واسه دهقان نرسید به سعید محمدی فر. حالا فرصت است واسه ضد حمله زدن پرسپولیسیا که پاس سروش خوب نبود. سیروس صادقیان، رنی بوبوی به دنبال توپ درون محوطه جریمه. ابرقویی رفت و خوب توپو کنترل کرد تا پیام نیازمند توپ رو جمع کنه. دروازه‌بانی که تو این فصل، در واقع این فصل 17 بازی 12 گل خورده و 9 بار هم دروازه‌شو بسته نگه داشته. تو 15 تا بازی نیم فصل اول 6 تا گل خورد، 3 بازی نیم فصل دوم هم 6 تا. یعنی تو این 3 بازی خط دفاعی پرسپولیس خیلی مطمئن نبوده، هرچند تا اینجای کار برابر چادرملو دروازه‌شون بسته نگه داشته شده. هادی حبیبی نژاد سروش رفیعی ارتباط رو قطع کرد. ایگور سرگیف، خبری از خطا نیست. سیروس صادقیان، تکل بلند سگوندو رودریگز، توی رفت و برگشت خودش صاحب توپه. سروش ارتباط رو قطع کرد. باکیچ، حسین ابرقویی، برمیگرده رو به تولدو، دستیار اول برزیلیش. یه چیزی برزیلی گفت که سخت میشه متوجه شد، یعنی بهتر بگم نمیشه متوجه شد. حالا حسین کنانی زادگان جلو اومده، ارسالش نرسید به ایگور سرگیف. رضا دهقان، ابرقویی از همونجا واسه پیام نیازمند. سروش رفیعی انقدر معطل کرد که نزدیک بود سجاد مشهدی توپشو بگیره. کم در هم ریخته داره پرسپولیس تو خط دفاعی آفک بازی میکنه. میبرن توپو به سمت راست. دنیل گرا، خود دنیل گرا این بار هم پاسش اشتباه بود و به علی پور نرسید. پرسپولیس این فصل تو بازی‌های خونگی 9 بار در برابر حریفاش بازی کرده که 4 برد 5 مساوی داشته و نباخته تیم اسمار ویرا تو بازی‌های خونگی این فصل. در عوض چادرملو تو بازی‌های خارج از خونش 9 تا بازی 2 تا برد 3 تا مساوی و 4 تا باخت. ضربه بلند ادسون ماردن، ضربه سر رو دنیل گرا زد. پرتاب واسه چادرملو اردکان. شنیدید دیگه، به سعید محمدی فرد گفتش که اضافه صحبت نکن، دفعه بعد اخطار رو میگیری. این فصل 8 تا بازی رو قضاوت کرد وحید کاظمی که 2 تا برد برای تیمای میزبان بوده، 5 تا مساوی و 1 برد هم واسه تیمای میهمان. سروش رفیعی وسط زمین توپو به اورونوف میرسونه. خطا به سود پرسپولیس. اضافه کاری خسروی یه کارت زرد رو براش داد که هادی حبیبی نژاد همین اعتراض رو هم بهش میکنه که چرا کارت زرد مفت رو گرفتی. اینجا تکلش خطا بود سعید محمدی فرد. اینجا یه ضربه اضافه به توپ زد محمد حسین خسروی که کارت زرد مفتی رو گرفت از وحید کاظمی. سروش رفیعی میبینید که کجا میاد صاحب توپ میشه. چند باری به کناره ها اومده، یا سمت راست یا سمت چپ. اورونوف، میلاد محمدی، خسروی با ضربه سر توپ رسون به سعید محمدی فر. اورونوف خیلی بهش فضا داده نشده تو این مسابقه، توپش هم به بیرون رفت. اورونوف با 3 گل و 2 پاس گل یکی از خوبای پرسپولیس بوده تو این فصل. نسبت به فصل گذشتم کمتر مصدوم شد و کمتر بازی‌ها رو از دست داد. این چهره
استون اورونوف. خطا به سود پرسپولیس، خطا روی سروش رفیعی که از درد به خودش میپیچه. شدت دردی که داره تحمل میکنه خیلی بالاست سروش رفیعی به خاطر این ضربه‌ای که سجاد مشهدی بهش وارد کرد. هافک 35 ساله پرسپولیسیا که گفتم نیمه اول هم اکثر طراحی های عملات پرسپولیسیا و بازی سازی هاشون توسط سروش انجام میشه. اینم بازیکن ذخیره پرسپولیس و مرتضی پورعلی گنجی. فرزین معامله‌گری رو هم دیدید مثل محمد خدابندلو. اون سمتم رونیمکت بازیکنای جوونی داره. چادرملو انگار داره میاد لب خط. وحید کاظمی تا این صحنه رو مورد بررسی قرار بدن از طریق VAR که آقای موعود بنیادیفر و خانم بهار سیفی حضور دارن. وحید کاظمی که این فصل 2 تا کارت قرمز داده تو بازیایی که قضاوت کرده. اینجا با کف پا آیا برخورد داشته به زانوی سروش یا نه؟ این صحنه‌ای که بچه‌مون فریز کردن یعنی برخورد داشته. این از اون نماهاییه که توسط دوربین VAR داره داده میشه. از اون سمت با کف پای راستش رفت رو زانوی سروش. آره برخورد داشت و میتونه کارت قرمز رو بده. وحید کاظمی به سجاد مشهدی. هافک 21 ساله تیم چادرملو. ببینیم از این نما هم اینجا برخورد داشت با زانوی سروش رفیعی و واسه همین بود که صدای دردش انقدر بلند تو ورزشگاه به گوش رسید. برمیگرده وحید کاظمی به سمت زمین. آیا اخراجی در راه است؟ نگاه ها به داور این مسابقه است. فرا میخونه 88 سجاد مشهدی رو. کارت قرمز رو در آورد و اخراج کرد سجاد مشهدی رو. چه دقیقه‌ایه؟ 57مین دقیقه بازی. حالا کار سخت میشه واسه چادرملو و ببینیم سعید اخباری چه کار خواهد کرد در مقابل 10 نفره شدن تیمش. از این نما هم دیدید که بچه هامون به تصویر کشیدن تو ورزشگاه شهید دستگردی تهران. حالا حدود 35-6 دقیقی با احتساب وقتهای اضافه شاید فرصت داشته باشه پرسپولیس مقابل چادرملو 10 نفره که این فصل سیروس صادقیان هم اون ابتدای فصل 2 بار براشون اخراج شده. 1 بارم رنی بوبوی اخراج شده. این 4مین کارت قرمزیشون تو این فصل از رقابت‌های لیگ برتره. ارسال بلند، تیر 2، ضربه سر سرگیف و آفسایده. پرچم بالا رفت و آفساید رو اعلام کرد وحید کاظمی. از این نما ببینیم یه مقدار مشکوک و میلیمتری بود. هرچی که بود آفساید اعلام شد. سیروس صادقیان همون ابتدای فصل 2 بار مقابل فولاد و ملوان اخراج شد. رنی بوبوی هم مقابل پیکان و حالا سجاد مشهدی در برابر پرسپولیس. دنبال توپ محمود آبادی که گوشه زمین به توپ هم رسید. پشت محوطه جریمه فرصت از ضربه‌ای که زده شد به باکیچ برخورد کرد. واسه رو به عقب باکیچ و پیام نیازمند صاحب توپ شد. میلاد محمدی
پرسپولیسیان امسال یه اخراجی داشتن که مرتضی پورعلی گنجی بود برابر تراکتور. حالا همه بازیکنان دو تیم غیر از پیام نیازمند تو زمین چادرملو هستن. سمت راست یه ارسال که تو به بازیکن چادرملو برخورد کرد و کورنر واسه پرسپولیسیاست. رو حرکتی که این چهره دنیل گرا انجام داد، اهل شعر و هنرم هست و شاعری هم بعضی وقتا میکنه این مدافع راست و مجارستانی پرسپولیسیا. امیرحسین محمودی رفته کورنر رو بزنه که نیمه اول بیشتر تو متن بازی پرسپولیسی ها بود، تو این دقایق فعلا خبری ازش نبوده. نگاه ها به سمت دروازه چادرملوه. سوت زد وحید کاظمی. ارسال محمودی تو محوطه جریمه، یه بازیکن رو زمین افتاده. اورونوف این همه التماس کرد سروش رفیعی از اورونوف، فارسی هم بهش گفت اما پاسه رو نداد اورونوف. سروش رفیعی آخر سر خودش هم مرتکب خطا شد روی سعید محمدی فرد. چادرملو هم رو نیمکت حجت صدیقی و به عنوان دروازه‌بان داره، علیرضا آرتا، دیگو تورز. ضمن اینکه این صحنه آفساید رو میبینید که دقیقه پیش ایگور سرگیف تون گرفتار شد. دیگو تورز پاراگوئی رو هم تو نیفس گرفتن. رضا میرزایی، ماریو تازو، محمد حسین فلا، محمد طاها فراهانی، علیرضا صفری هم یه گزینه است که به بازی بیاد، ضمن اینکه ایلیا نگهداری و اسلام طلب رو هم دارن. ایگور سرگیف میلاد محمدی رو راه میندازه به سمت دروازه چادرملو. خود میلاد محمدی توپ از پاش فاصله گرفت، از پشت سر اورونوف میاد توپو میگیره. تکل بلند از رضا دهقان، توپ به بیرون رفته. ببینیم پرسپولیسی که با 20 گل زده در کنار سپاهان چهارمین خط حمله لیگ رو داره، میتونه دروازه چادرملوی 10 نفره رو باز کنه یا نه. حسین ابرقویی، میلاد محمدی رو پای راستشه، توپی که فرستاد از همه رد شد و حتی به دنیل گرا هم نرسید. با تأخیر خیلی زیاد میخواد بازی رو به جریان بندازه سگوندو رودریگز، ضمن اینکه باز هم بازیکن‌های ذخیره پرسپولیس رو دیدید که پشت دروازه چادرملو دارن خودشونو گرم میکنن. یا پاس رو به جلو، چه فضایی پشت مدافعان هست، از دروازه بیرون میاد پیام نیازمند. یه بدن میذاره اورونوف، راحت توپشو گرفتن. پرتاب برای چادرملوی اردکان. حنیف عمرانزاده مثل اسمار ویرا از شروع بازی از لبه خط تکون نخوردن. با سعید محمدی فرد میاد دورخیز بلند و آیا بازم پرتاب کوتاه، چیزی که تا حالا اینجوری بوده. زمان زیادی رو هم معطل کرد سعید محمدی فرد. گوشه زمین یه لایی میندازه میلاد محمدی، هنوز توپ به بیرون نرفته و پیام نیازمند توپو جمع کرد. باکیچ سمت چپ اورونوف فضای خوبی داشت اما پاس باکیچ بهش نرسید. رضا محمود آبادی بازیو فعلا داره دنبال میکنه. وحید کاظمی، اورونوف، باکیچ توپو میبره به سمت راست، یه پاس تک ضرب، دنیل گرا از دروازه بیرون اومده. ادسون ماردن، این ارسال یه برخورد، توپی که از همه رد شد. ادسون ماردن بالا سر بازیکن پرسپولیس رو میگه چرا الکی خودتو رو زمین انداختی. رنی بوبوی، توپ هنوز به بیرون نرفته.
سرگیف کماکان رو زمین افتاده و سمت چپ بازیکنای چادرملو صاحب توپن در 64مین دقیقه بازی. سروش رفی توپو میرسونه به کنانی زادگان. محمودی پاس خوبش برای باکیچ. اورونوف حرکت در عرضش خود استون اورونوف. حالا واسه علیپور توپ میبره به سمت راست، خودش میاد تو محوطه جریمه. ارسال زمینی که راحت توپو جمع کرد ادسون ماردن. تو دقایقی هستیم که جفت تیم‌ها بیشترین تعداد گل زدهشون تو این بازه زمانیه. اینم اون صحنه‌ای که سرگیف حرکتش مشکوک به خطا بود. این ارسال اینجا هم توپ بیرون رفت. بازی داشت دنبال میشد. انگار الان صحنه رو دیدن. وحید کاظمی میخواد بیاد کنار زمین. از اتاق وی ای آر چیزی بهش گفته شده. حامد طباطبایی برادر هادی طباطبایی که مربی دروازه‌بانای چادرملوه میگه که اگه این صحنه رو میخوای چک کنی قبل اون خطای سرگیف روی فکر کنم سعید محمدی فرد بود رو هم باید چک کنی. اینجا ببینیم تو همین بین یه کارت زرد داده شد به یکی از نیمکت‌نشینای چادرملو. چه دقایق پرچالشی شد واسه وحید کاظمی. اینجا میگه با دست راستش ضربه زده به صورت ایگور سرگیف سعید محمدی فرد. اما قبلش هم اون صحنه‌ای بود که لحظاتی پیش دیدیم. در 66مین دقیقه بازی این صحنه بس برانگیز رخ داده. اینجا با دست راستش یه ضربه انگار زده به صورت ایگور سرگیف، ولی اینکه خطا بوده یا نه خود وحید کاظمی باید تصمیم بگیره. از اتاق وی ای آر آقای موعود بنیادی فر به عنوان داور وی ای آر و خانم بهاره سیفی به عنوان کمکش حضور دارن. این صحنه داره بررسی میشه ولی هنوز اون صحنه رو ندیدیم. حالا دارن میکشن عقب. اینجا نه، روی رضا محمود آبادی بود ایگور سرگیف. اینجا که یه دست گذاشت. صحنه مشکوک و بحث برانگیز که تا لحظاتی دیگه تکلیف رو مشخص میکنه وحید کاظمی. این فصل یه پنالتی گرفت تو بازی فولاد سپاهان که احسان هاش صفی اونو از دست داد. ببینیم تو این صحنه چه اتفاقی خواهد افتاد. وحید کاظمی برمیگرده به سمت زمین. و پنالتی رو اعلام کرد به خاطر خطای سعید محمدی فر یا نه؟ آها، خطا رو گرفت به سود چادرملو. میگه اینجا خطا روی رضا محمود آبادی، اما اون برخوردی هم که تو محوطه بود کارت زرد رو نشون داده به سعید محمدی فر. یکی هم لب خط گفت آقا اگه اون خطا بوده و یعنی کارت رو دادی خود چرا خطا نگرفتی؟ هر چی که بود بازی رو بازیکنای چادرملو باید دنبال کنن. دو صحنه مشکوک که در نهایت خطا روی رضا محمود آبادی اعلام شد. کماکان بازی 0-0 مساوی دنبال میشه و خبری از پنالتی نیست واسه پرسپولیسیا. ادسون ماردن در 68مین دقیقه باید بازی رو به جریان بندازه. سوت وحید کاظمی به صدا در اومد. توپ بلندش میاد به محوطه جریمه پرسپولیس. زبستر رو کنانی زادگان خوب زد. خبری از خطای هند نیست چون خودش ضربه رو زده بود محمودی. وقتی ضربه خودش به دست خودش برخورد میکنه خطای هند نیست. حسین ابرقویی توپو
میفرسته برای استفاده میلاد محمدی. رنی بوبوی پشت محوطه. رضا دهقان یه پاس رو به جلو واسه رنی بوبوی که تو به پیام نیازمند رسید. تا قبل از شروع این بازی پرسپولیس از 20 گل زدش 10 تاشو تو 20 دقیقه آخر بازی زد. حالا این صحنه رو ببینیم. ارسال علی پور که از ایگور سرگیف هم رد شد. چادر معلوم هم از 18 تا گل زدش 10 تاش تو نیم ساعت آخر بازی بوده. یعنی داریم به لحظاتی نزدیک میشیم که جفت تیم‌ها هم بیشترین تعداد گل زده هاشون این موقع بوده، هم بیشترین گلای خوردهشون. آیا بازم باید منتظر گل باشیم تو تقابل این دو تیم؟ محمد حسین فلاح میخواد به بازی بیاد واسه چادرملو، هافبک دونده سابق پیکان و البته استقلال. کنانی زادگان، سروش رفی، حسین ابرقویی. 70مین دقیقه بازی. کماکان 0-0 مساوی. یه لحظه تابلو رو دیدم، فکر کنم هادی حبیبی نژاد رو میخواد به بیرون بیاره. سروش رفی، یه پاس رو به جلو. استون اورونوف سخت شد کنترل توپ، جلو میبره سرگیف و توپو از دست دادن بازیکنای پرسپولیس. میلاد محمدی رو به جلو، درون محوطه جریمه، پنالتی واسه پرسپولیس. رو حرکت عالی که میلاد محمدی انجام داد، تکل سیروس صادقیان. پنالتی رو گرفته وحید کاظمی. حالا باید ببینیم تایید میشه یا نه. صحنه آهسته رو ببینیم. اینجا توپو گرفتن پرسپولیسیا. میلاد محمدی تکلی که زد سیروس صادقیان و پنالتی رو گرفته وحید کاظمی. امید عالیشاه کاپیتان مصدوم پرسپولیسیان رو سکوها هست و با استرس خیلی زیاد داره بازی رو دنبال میکنه. از زوایای مختلف میبینیم تکلی که سیروس صادقیان زد و پنالتی گرفته شد واسه پرسپولیسی که این فصل 3 تا پنالتی گرفته که هر 3 تاش رو هم گل کرده. فعلا کنانی زادگان توپو در اختیار داره. علی پور هم تو محوطه هست. تو بازی هفته گذشته که خود علی پور پنالتی رو زد، فکر کنم داره میاد لب خط که صحنه رو بازبینی کنه. وحید کاظمی با دستور موعود بنیادی فر. چه نیمه دوم عجیبی رو شاهد بودیم. خود وحید کاظمی هم داره لبخند زنان میاد به سمت VAR که صحنه رو ببینه. اینجا حرکتی که انجام شد شک دارن که آیا بیرون بوده یا داخل. خیلی میلیمتریه. اینجا حرکت میلاد محمدی یه سرعتش زیاد شد، سرعتی که کم بشه و یه لحظه فریز شه میشه تشخیص داد که بیرون بوده یا داخل محوطه. از این زاویه هم میبینیم صحنه رو. اینجا این تصویرم شاید کمک کنه به وحید کاظمی. این تصویر خوبی از پشت دروازه. این حرکت پای راست میلاد محمدی. من هیچی نمیگم، بذار ببینیم وحید کاظمی چی میگه. میاد به سمت زمین مسابقه وحید کاظمی، میگه پنالتی نیست. میگه پنالتی نیست و همین بین تعویضم واسه چادرملو باید انجام شه. هادی حبیبی نژاد با زمین مسابقه رو ترک کنه. بازیکنی که
سابقه گلزنی به استقلال و تراکتور و فولاد و البته پاس گل برابر سپاهان رو داشت مقابل پرسپولیس. هنوز گلزنی نکرده هادی حبیبی نژاد، ضمن اینکه از زوایای مختلف دارید این صحنه بحث برانگیز و مشکوک رو میبینید. اصلا صحنه رو خطا نگرفت وحید کاظمی و توپو میخواد بده به ادسون ماردن. پرسپولیسیا دو بار در آستانه گرفتن پنالتی پیش رفتن، اما هر دو بار توسط وی آر برگردونده شد. امیرحسین محمودی سمت راست صاحب توپ، با سرعت زیاد دنیل گرا رو دستش رفت. زیر نور بازی داره برگزار میشه تو این دقایق. واسه سخت حسین ابرقویی که میلاد محمدی خوب توپ رو کنترل کرد، اما مالکیتش عوض شد. رضا محمود آبادی، رنی بوبوی، سعید محمدی فر سمت راست واسه استفاده رنی بوبوی، یه بدن میذاره و توپو گرفتن بازیکن پرسپولیس. سروش رفیعی 75مین دقیقه بازی، 15 دقیقه آخر بازی. مثل بازی رفت فعلا 0-0 مساویه. سرگیف، رنی بوبوی، هنوز تعویضی انجام نداده اسمار ویرا. انت بازیکنم تو خط حمله در اختیار نداره که گفتم بهتون، رضا شکاری، کاظمیان، بیفوما، امید عالیشاه، عمری، بازیکنای خط هجومیشو یکی بعد از دیگری از دست داد اسمار ویرا. آیا محمد حسین صادقی به بازی میاد تو این دقایق واسه پرسپولیسیا، یا حتی فرزین معامله‌گری تو سمت چپ؟ واسه اشتباه حسین ابرقویی. نیاز به خلاقیت فردی داره پرسپولیس تو این دقایق مقابل خط حمله مستحکم چادرملو اردکان. اورونوف، اسمار ویرا میخواست از بازیکناش که جابجاشن تو زمین. حالا سعید محمدی فر میخواد پرتابو انجام بده. رنی بوبوی، رضا محمود آبادی، منطقه بازی رو عوض کرد. سگوندو، یرسال، ضربه سر از حسین ابرقویی. علی پور تا کجا مجبور میشه عقب بره. حالا این ضربه راه دور که با اختلاف خیلی زیاد به بیرون رفت. دیرترین گل این فصل پرسپولیس رو باکیش مقابل تراکتور دقیقه 97 به ثمر رسوند. دیرترین گل چادرملو رو هم علی خدادادی دقیقه 95 پنالتی هفته اول برابر فولاد. یکی از بازیکنایی که نیم فصل جدا شد و به سپاهان رفت. آیا باید منتظر یه گل لحظه آخری باشیم تو این مسابقه؟ این ارسال ضربه سر و سیروس صادقیان خیلی خوب زد. حالا حسین ابرقویی، یه پاس رو به جلو واسه میلاد محمدی، توپو دور کرد محمود آبادی، مصدوم هم شده. توپو میبرم به سمت راست، محمودی اضافه میشه تو این لحظات. دنیل گرا تو محوطه جریمه. رنی بوبوی، سروش رفیعی. بگم که چادرملو 10 نفره است با اخراج هافبک 21 سالشون سجاد مشهدی. درون محوطه فرصت، این شوت راه دور، تیر دروازه به لرزه در اومد. یه لحظه خورد به دستای ادسون ماردن که شوت محکمی زد. اورونوف، لحظه به لحظه فشار پرسپولیسیا داره بیشتر و بیشتر میشه. یه بار دیگه ارسال توپ، ضربه سر از سیروس صادقیان که فشاری داره میاد به خط دفاعی چادرملو. اونا تو این دقایق با توجه به بالا اومدن پرسپولیسیا میتونن ضد حمله هم بزنن. توپ بیرون میره، پرتاب برای پرسپولیس. ببینیم صحنه آهسته رو استون اورونوف از درون محوطه، چه توپی و
در آورد ادسون ماردن و بعدش هم تیر دروازه. اینجوری دروازه تیمشو بسته نگه داشت دروازه‌بان 34 ساله چادرملو. خبری از خطا نیست. محمود آبادی میلاد محمدی چه فضایی در مقابلشه، اما خودشو تک و تنها. یه نگاه، یه ارسال مستقیم به سمت دروازه که توپ یه تیکه به بیرون رفت. ارسال خوبی نبود که داشت تبدیل به موقعیت گل هم میشد. سرگیف از سون ماردن میخواد که آقا سریع بازیه رو شروع کن. ضربه بلند سون ماردن میاد به زمین پرسپولیسیا. ضربه سر رو سروش رفیعی زد، ضمن اینکه رضا میرزایی هم میخواد به بازی بیاد واسه چادرملو. شاید دوندگیش توی لحظات به دردشون بخوره. محمودی تو به بیرون رفت، خبری هم از کرنر نیست. 2 تا تعویض. رضا میرزایی و محمد طاها فراهانی میخوان به بازی بیان. یه دونه رضا محمود آبادیه که زمین بازی رو ترک میکنه. اون یکی هم رضا دهقان. دو تعویض دیگه در ترکیب چادرملو. 3 تعویض رو انجام داده سعید اخباری. ضربه سر زده شد. پیام نیازمند در 80مین دقیقه بازی صاحب توپ. 10 دقیقه آخر این مسابقه. ابرقویی. پرسپولیسیا امتیاز مهمی رو دارن از دست میدن تو خونه مقابل چادرملو اردکان. علیپور به دنبال توپ. سروش رفیعی. ابرقویی. پرسپولیس یک شنبه هفته بعد تو انزلی باید با ملوان بازی کنه و چادرملو همون روز میزبان پیکان هست. سروش رفیعی. باکیچ. محمودی پاس تک ضربش. علیپور. محمودی در اون محوطه، حالا ضربه رو زد توی دروازه. توی دروازه. پدیده پرسپولیسیا به اون چیزی که حقش بود رسید. بازی درخشانش تو نیمه اول با گل تو نیمه دوم همراه بود. امیرحسین محمودی انگار خدا هم دوستش داشت. بازی عالیش تو نیمه اول همه رو امیدوار کرد از پرسپولیسی‌ها و حالا تو دقایقی که هیچکی باورش نمیشد محمودی گل زد. دور از دستای ادسون ماردن. همه چی از پاس اول خودش شروع شد. توپو از علیپور گرفت. این ضربه دقیقش و توپی که چسبید به تور دروازه چادرملو. هر چقدر خط دفاعی چادرملو مقاومت کرد شکست این خط دفاعی در 83مین دقیقه. آقا دیدی توجه به آکادمی و دیدی توجه به تیمای پایه رو. بازیکنی که شاید الان ارزونترین بازیکن پرسپولیس باشه گرونترین گل این دقایق رو واسه اونا زد. شروع بازی با پرسپولیسیا و پرتاب واسه اونها. تیم سعید اخباری علیرغم اینکه 10 نفره شده بود خوب داشت دفاع میکرد مقابل پرسپولیس، اما یه بازیکن خلاق مثل امیرحسین محمودی کارو در آورد واسه اونها.
میلاد محمدی سمت چپ با سعید محمدی فرد درگیره. سر توپش جنگش برای تصاحب توپ، خطای میلاد محمدی. حالا جدول چجوریه؟ تراکتور 35 امتیاز در صدر جدول، پرسپولیس 34 امتیاز دوم، گلگهر 33 امتیاز سوم، استقلال و سپاهان هم 32 امتیاز. اینم بگم که کمیته استیناف تایید کرده اون 2-3 امتیاز رو برای تراکتور و استقلال به خاطر ماجرای سینا خادمپور در بازی ملوان مقابل اونها. تعویض برای پرسپولیس در راه است. فرزین معامله‌گری میخواد اولین بازیش با لباس پرسپولیس رو انجام بده، ضمن اینکه علیپور حرکت رو انجام داده از سمت راست. خطای هنده، آره خطای هند رو گرفته وحید کاظمی. یه کارت زرد رو هم میخواد بده به بازیکن چادرملو. لبخند تلخ سگوندو رودریگز. چه بدنی گذاشت علیپور که یکی از بهتریناست در این زمینه تو لیگ برترمون. فکر کن خود سگوندو رودریگز که قدرت بدنی بالایی داره کم آورد مقابل علیپور. استون اورونوف زمین بازی رو ترک میکنه تا فرزین معامله‌گری یکی از خریدای نیم فصل پرسپولیسیا به بازی بیاد. اونا نیم فصل ایگور سرگیف رو از پاختاکور، دنیل گرا رو گفتم از دیوشگیر مجارستان و این فرزین معامله‌گری رو از شمس آذر قزوین گرفتن. ضمن اینکه سرجوریه، فرشاد احمدزاده و مجتبی فخریان بازیکنایی بودن که از پرسپولیس جدا شدن. در 85مین دقیقه بازی سروش رفیعی پشت توپ، نگاه ها به سمت دروازه چادرملو. یه لحظه پیراهن علیپور رو هم گرفته بودن اما اتاق وی آر چیزی رو از دست نمیده تو این بازی. سروش رفیعی ارسال، این ضربه سر که اینوری اومد. فکر کنم همه فکر می‌کردن داره میره به سمت دروازه اما از این سمت به بیرون رفت. پرتاب برای چادرملو اردکان. این توپ، این ضربه سر از حسین اورگویی. دیگو تورس خرید جدید چادرملو که اهل پاراگوئه هست میخواد به بازی بیاد. هافبک 23 ساله‌ای که این فصل اول تو سری بی برزیل واسه آمازونس بازی میکرد که 2 گل و 2 پاس گل رو ثبت کرد و به جای محمد حسین خسروی وارد زمین شد که یک کارت زرد رو هم گرفته بود. حسین کنانی زادگان رو زمین دراز کشیده. چادرملو هم با همون 26 امتیاز در رده ششم باقی میمونه با نتیجه که تا اینجا کار ثبت شده. این هم مرتضی پورعلی گنجی که کماکان داره خودشو گرم میکنه. فرصت خوبیه. ممنونم از همکارای عزیزم که صحنه گل پرسپولیس رو یه بار دیگه به نمایش در آوردن. پاس باکیچ، حرکت ترکیبی خوب پرسپولیسیا و این ضربه که شاید قدرت زیادی نداشت اما دقت خوبی داشت. ادسون ماردن دروازه‌بانی نیست که هر ضربه‌ای دروازه‌شو باز کنه. سعید محمدی فرد، ضربه سر از فرزین معامله‌گری. سرگیف سمت راست، فضای خوبی داره محمودی. اگه علیپور توپو بهش بده که تکل خوبه محمد طاها فراهانی کارو براش سخت کرد. اورگویی، میلاد محمدی، فرزین معامله‌گری، پاسش واسه سرگیف، کنترل سینه. حالا توپو میرسونه به محمودی، پاس در عرضش نرسید به بازیکن خودی. سرگیف کوتاه بود توپی که امیر حسین محمودی فرستاد. توی رفت و برگشت پرسپولیسیا صاحب توپن. کماکان چادرملو در حسرت گلزنی به پرسپولیسه در چهارم این تقابلش مقابل اونها. هرچند
خیلی بازی پرگلی نبوده بازی‌های این دوتا تیم. این سومین گل تقابل‌های دو تیم هست در چهارمین بازیشون. میلاد محمدی یه بدن میذاره، پرتاب رو گرفت از بازیکنای چادرملو. پنجشنبه همین هفته استقلال میزبان شمس‌آذر قزوینه، فجر سپاسی میزبان تراکتور، روز جمعه همون روز جمعه هم سپاهان میزبان خیبره. آلومینیوم و ذوباهن هم تو بازی اساس پایین جدول با هم بازی میکنن، مثل رفسنجان و استقلال خوزستان. چه بازیای جذابی بالا و پایین جدول. فولاد میزبان گلگهر، چادرملو هم که گفتم با پیکان بازی میکنه و پرسپولیس تو انزلی با ملوان. ضربه سر حسین ابرقویی، سروش رفیعی، باکیچ، محمودی، خطا نیست. بازی رو دنبال میکنه وحید کاظمی. با توجه به چند باری که وی ای آر رو چک کرده فکر کنم وقت اضافه زیادی رو هم نسبتاً بگیره تو نیمه دوم. ضربه سر رنی بوبوی، دیگو تورس، یه ارسال از رضا میرزایی. خطرناک این فرصت، ارتباط رو قطع کرد. حالا داور سوت میزنه و از کادر پزشکی پرسپولیسیا میخواد که وارد زمین شن. اسمار ویرا دیگه دوست نداره بازیکنی رو به خاطر مصدومیت از دست بده. فکر کنم باکیچه که رو زمین افتاده یا حسین ابرقویی. این برخورد با رنی بوبوی، آیا بازم وی ای آر میره این صحنه؟ خب شنیدید دیگه، محمد خدابندلو رو که به صورت مخففش میگن مملی رو فرستاد بیاد کنار نیمکت تا وارد زمین شه. این صحنه رو از این زاویه هم میتونید ببینید. حسین ابرقویی میگه که باید چک کنه چون با آرنج زده تو صورتم. فعلا که خبری از اومدن مجدد وحید کاظمی به کنار زمین نیست. خدابندلو، ببینیم جای کدوم بازیکن میگیره تو ترکیب پرسپولیسیا. پیام نیازمند، یه امتیاز سخت اما مهم رو دارن میگیرن پرسپولیسیا مقابل حریف چغرشون یعنی چادرملو اردکان. میلاد محمدی توپو فرستاد به سمت زمین چادرملو اردکان. ارسال بلند، فرزین معامله‌گری ضربه سر رو زد. پرتاب واسه چادرملو اردکانه. فعلا تعویض انجام نمیشه. خدابندلو کماکان لب خطه. این بار ببینیم سعید محمدی فر پرتاب بلند رو انجام میده یا نه. آره این اولین پرتاب بلندش تو این بازی بود تو این دقایق آخر. ضربه سر حسین ابرقویی، ضربه سری که زده شد سمت راست رضا میرزایی صاحب توپ. فرزین معامله‌گری در مقابلش توپش برخورد کرد، هنوز بیرون نرفته. این ضربه سر شلوغی محوطه جریمه. فکر کنم 10 دقیقه وقت اضافه اعلام شد واسه نیمه دوم. پیش بینی میشد که وقت اضافه زیادی داشته باشه اما 10 دقیقه رو فکرشو نمی‌کردم. جای امیر حسین محمودی رو میگیره خدابندلو، بازیکنی که تو اولین حضور ثابتش در ترکیب پرسپولیسی ها یه روز عالی رو پشت سر گذاشت. به دنبال توپ میلاد محمدی، زیر توپ میزنه
ویکتور ماتئوس. توپ سروش رفیعی به بیرون رفت. پرتاب واسه چادرملو اردکانه. پرتاب از سعید محمدی فر. فرزین معامله‌گری با پای غیر تخصصیش زیر توپ میزنه. رنی بوبوی. یه توپگیری از بازیکنای پرسپولیس. باز هم بازیکنای چادرملو صاحب توپن که بالا اومدن تو این دقایق. میلاد محمدی، ایگور سرگیف. تیم 10 نفره چادرملو جلو میاد واسه زدن گل تساوی مقابل پرسپولیس میزبان. ماتئوس، سگوندو رودریگز رو به عقب با ادسون ماردن. ارسال بلندش میاد به سمت راست. سروش رفیعی ضربه سر رو زد. میلاد محمدی ادامه داد توپ سروش رفیعی رو. رضا میرزایی پرچم زد کمک. آفساید اعلام شد. آفساید رضا میرزایی. این صحنه آهسته‌ایه که میبینید و رضا میرزایی که در آفساید بود. فرزین معامله‌گری سمت چپ. ارتباط قطع شد. سعید محمدی فر خود فرزین معامله‌گری میخواد یه دریبل زیدانی بزنه. الان جاش هم خالیه تو سمت چپ خط دفاعی. ابرقویی به دنبال توپ. رضا میرزایی در رو محوطه. حالا ضربش رو از زاویه بسته زد. یه لحظه نفس پرسپولیسیا بند اومد. ترجیح داد که مستقیم ضربش رو بزنه رضا میرزایی. توپی که فرزین معامله‌گری از دست داد جاش خالی بود. همون نقطه هم انتخاب شد توسط بازیکنای چادرملو. ضربه بلند پیام نیازمند. پرتاب برای پرسپولیس. حالا بعد از 3 بازی پرسپولیسیا دارن دروازه‌شون رو هم بسته نگه می‌دارن. مارکو باکیچ خودش حمله توپ میکنه. توپ به بیرون رفته. پرتاب برای چادرملوه. ضمن اینکه پرسپولیسیا میگفتن پرتاب مال خودشونه. حالا دیگو توپو گرفته. یه برخورد. خبری از خطا نیست. اختلاف فقط یه گله و لحظات پر استرس واسه هر دو تیم. سروش رفیعی بازیو آروم میکنه تو این دقایق. باز هم پرسپولیسیا تو همون بازه‌ای گل زدن که بیشترین گل‌های این فصلشون رو به ثمر رسونده بودن. یعنی 20 دقیقه پایانی مسابقه. سمت راست دنیل جرا توپو میرسونه به علی پور. محمد خدابندلو پاس در ارزش به سرگیف نرسید. حالا فرصت است واسه ضد حمله زدن چادرملو. خطا بر روی دیگو تورس. کارت زرد رو گرفت میلاد محمدی. همه بازیکنای دو تیم تو زمین پرسپولیسن. نگاه به ادسون ماردن تا بالاخره بازی شروع کنه. ارسال بلندش. یه برخورد اون سمت زمین. وحید کاظمی با تأخیر خطا رو گرفت به سود چادرملو. ضربه ایستگاهی خطرناک روی دروازه پرسپولیس.
علی علیپور اعتقادی به خطا نداره. اعتراض اسمار ویرا لب خط به داور چهارم. ببینیم اینجا خطای علیپور رو اعلام کرد روی بازیکن چادرملو. حالا ضربه شروع مجدد نزدیکتر به دروازه پرسپولیس. دیگو تورس پشت توپو فرستاد مستقیم پیام نیازمند. راحت توپو جمع کرد، سریع هم بازیو به جریان انداخت. 1 2 3 تا پرسپولیسی، 2 تا بازیکن چادرملو. میلاد محمدی، ببینیم از این فرصت چه استفاده ای میبره. خود میلاد محمدی شاید بدترین انتخاب رو داشت تو این صحنه برای تیمش. پرتاب برای پرسپولیس. میلاد محمدی باید پرتاب رو انجام بده. یه تشکر بکنم از همکارای عزیزم که تو ورزشگاه شهید دستگردی تهران سعی کردن با بهترین کیفیت این بازی رو پوشش بدن. میلاد محمدی سمت چپ، 2 تا بازیکن اومدن رو دستش، توپ رو فرستاد. ضربه سر رو میزنن مدافعان چادرملو. باکیش توپ سوم رو گرفت. سروش رفی با تجربه بالاش بازی رو باز کرد، عقب آورد واسه پیام نیازمند تا تیمشون شکل بگیره. پیام نیازمند. داریم به دقایق پایانی وقتهای اضافه نزدیک میشیم. فرزین معامله‌گری بی حاصل توپ رو فرستاد. بازی رو باز کرد محمد طاها فراهانی سمت چپ. یه برخورد از دنیل گرا که خطاشو اعلام کرد. دست به جیبم شد وحید کاظمی. دومین بازی واسه دنیل گرا و 2 کارت زرد. نیومده 2 کارته میشه واسه پرسپولیسی ها و باید حواسش رو جمع کنه که اگه اینجوری پیش بره خیلی از بازی‌های نیم فصل دوم پرسپولیس رو از دست میده. به خاطر خطایی که اینجا انجام داد روی محمد حسین فلاح. حالا ادسون ماردن هم جلو میاد. آخرین گلری که این مدت گل زد تو فوتبال دنیا آناتولی تروبین بود، دروازه‌بان بنفیکا مقابل رئال مادرید. این بار نه به عنوان گلزن، به عنوان پاسور میاد پشت توپ. همه بازیکن‌های چادرملو جلو اومدن. اوج حساسیت تو این دقایق. وحید کاظمی سوت میزنه. حالا سوت بعدی رو میزنه که شروع کنه ادسون ماردن. میتونه آخرین بخت چادرملو باشه تو این مسابقه. این ارسال تو گیری، ضربه سر، یه برخورد، خبری از سوت نیست. سروش رفی ضربه سر رو میزنه. خطا یا نه؟ سوت پایان بازی رو به صدا در آورد سید وحید کاظمی. 3 امتیاز سخت اما مهم واسه اسمار ویرا و پرسپولیس در برابر تیم خوب چادرملو. امیدوارم که از تماشای این مسابقه لذت برده باشید. محمد رضا احمدی عزیز.